آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. برادران عزیز، من و شما در هفته امروزه در برنامه یوتیوب آنلاینی مرکز اسلامی قرار داریم و صحبتی که من و شما اختیار کردیم درباره جایگاه و فضیلت اولیای خدا و دوستان خدا هست. چنانه که در دین مبین اسلام انسانیت را خداوند وقتی که خلق کرد طبقات در میان آنها گذاشت. بنابراین امروز ما با شما صحبت آنلاینی اینترنتی داریم از مرکز اسلامی و تلفن ما 2242511 در خدمت شما هست. شما می توانید که طبق برنامه در این موضوعی که اولیای خدا کی هستند و چی کرامت و جایگاه دارند و قرآن عظیم و شان و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم در این موضوع چی گفته است، ما در این باره صحبت داریم با شما و شما می توانید که در تماس باشید. ما در سوالهای شما در پاسخ انشاءالله هستیم و سلام خدم و سلام کلی کارمندان مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان به شما میرسانم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. این آیت هست که الله رب العزت در این آیت معرفی میکند در میان بندگانش که اولیای خدا کیها هستند و اولیا را میگوید که آنهایی که اولیا هستند و دوستان خاص خدا هستند لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینها هیچ ترس ندارند با قضا و قدر الهی در دنیا، با گذشتن از این دنیا، یعنی ترس از رفتن از این دنیا و پیش پروردگارشان ترس ندارند و اینها غمگین هم نمیشوند از آن چی که از اینها فوت میشود. آیا اولیای خدا کی است؟ والذین آمنوا و کانوا یتقون. آنانی که ایمانی به خدا دارند و تقوا دارند. یعنی در این آیت معرفی میکند خداوند که آگاه باشید که اولیای خدا نه غمگینی و نه ترس دارند و اونها ایمانی بر خدا دارند و کانوا یتقون و همیشه از خدا میترسند. تقوا این هست که انسان در آشکار و پنهان همیشه خدا را حاضر و ناظر بداند، با آنچه که خداوند امرش کرده است چنگ بزند، حلالهای خدا را انجام بدهد و از حرامهای خدا و از آنچه که منع شده است باز بایستد، پیرو کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و راهنمایی های بزرگان دین باشد. و آنهایی که با این وصف هستند، یعنی اولیای خدا، علامه ابن حجر رحمت الله علیه، علامه ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه میگوید که اولیا کی هست، یعنی دوستان خدا کی هست؟ قال عالم بالله، یعنی کسی رو میگد ولی میگویند که او علم دارد، دانش دارد درباره معرفت الله، احکامات الهی و اون همیشه بر عبادت خدا قائم است و اون مخلصا له و اخلاص برای پروردگارش دارد. بنابراین شما میبینید که در حدیث قدسی، البته روایت امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح بخاری از ابو هریره رضی الله تعالی عنه هست که میگوید پروردگار گفت من آذی لی ولیا فقد آذنته للحرب. یعنی کسی اولیای من را آزار و اذیت میکند، دشمنی با اولیای من دارد، اون با من الله تعالی در جنگ است. یعنی الله تعالی اون را ایذانا بالحرب، اون را میگوید این اعلان جنگ با من خدا کرده است
که اون آزار و اذیت این اولیا را میکند، این دوست خدا را میکند. برای همون علما میگویند که اذانا بالحرب که گفت در این حدیث، میگه این آزار و اذیت کردن دوستان حقیقی و اولیای خدا این گناه کبیره است. تا این حد علما بیان کردند. و در اینجا ما برادران عزیز چندین آیت های قرآنی را برای شما انتخاب کردیم که خصوصا در سوره فصیلت، در سوره یونس که من قبلا خواندم و در سوره آل عمران که الذين آمنوا و كانوا يتقون، اولیا آنانی هستند که ایمان دارند و تقوای خدا دارند. در این باره میگوید که حتی این اولیا وقتی که از دنیا میگذرند، قبل از این که ملک الموت نزد اینا بیاید، ملائکه های نزد اینها میآیند. بهتر و خوبتر این است که من از قرآن برای شما بخوانم. میگوید استعیذ بالله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. میگه آنانی که گفتن که پروردگار ما الله هست، یعنی ایمان آوردن، بعد از آن استقامت کردن. استقامت یعنی عمل کردن به آن اعمالی که خدا شما را فرموده است و باز ایستادن از آنچه که الله شما را منع کرده است الی الممات، تا روز مرگ. تتنزل علیهم الملائکه، میگه فرود می آیند ملائکه ها اولیای خدا، الا تخافوا، میگوید شما ترس نداشته باشید، ولا تحزنوا، و غمگین مشوید، و ابشروا بالجنت، ما شما را بر جنت، یعنی شما صاحب جنت هستید، ما شما را بشارت و خوشخبری میدهیم بر جنت التي کنتم توعدون، آن جنتی که شما وعده کردند. یعنی در کتاب‌های انبیای گذشته و در قرآن شما وعده شده اید، شما صاحب اون جنت هستید. بنابراین ما با شما هستیم، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ما دوستان و قریب و نزدیکان شما در زندگی دنیا هستیم، و فی الاخره، و در آخرت ما با شما هستیم. بنابراین هیچ ترس و غمی نداشته باشید. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، هرچی نفس های شما اشتها دارد در اون جنت شما با اون میرسید و اون را پیدا میکنید و اون برای شما مهیا است. ولکم فیها ما تدعون، و آنچه که شما طلب بکنید برای شما در اونجا مهیا است. یعنی این آیت اشاره بر این میکند که اولیای خدا، آنانی که اخلاص، علم، معرفت و خداشناسی دارند و همیشه در طاعت الهی پابندند. البته اولیای خدا ذکر و دعای خاصی دارند. ما اولیای داریم که میتواند هر مؤمن اولیاء باشد. طبق همین آیاتی که خواندیم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، طبق این آیت هر مؤمن ولی الله هست، هر مؤمنه. حتی در آیات بعدی میخوانیم که بعضی وقت از انسان مرتکب گناهی کبیره میشود، بازمون ولی از اولیای خدا هست. شرط همین است که به یاد خدا باشد، سریعتر برگردد. در نص قرآنی من شما میخوانیم. اما اولیای خاص خدا هستند که اونها صاحب کرامتن و در اینجا چند از اونها را ما از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، از قرآن عظیم الشان برای شما نقل میکنیم. شما ببینید در آیت بعدی خداوند میگوید که الذين آمنوا وكانوا يتقون، یعنی اولیای خدا ایمان دارند و تقوای خدا در میان پیشانی آنها گذاشتگی هست. سخن میگویند، عمل میکنند، طعام تناول میکنن، در اونجا یاد از خدا میکنن که خداوند درباره این اعمال چی گفته است، اون رو اینها عمل میکنن و از اون چی که اونها رو منع کرده است اونها باز میستن. میگه وسارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. میگه بشتابید به سوی مغفرت و آموزش پروردگارتان و بشتابید به سوی جنت که پهناهی اون مثل آسمان ها و زمین است، اعدت للمتقین،
اون جنت آماده شده هست، ساخته شده است برای پرهیزگاران، برای تقواداران، برای آنانی که از خدا می ترسند، درباره حقوق پدر و مادر، حقوق بندگی پیش خدا، درباره همه حقوقی که چه با انسانها چه با مخلوقات خدا هر رفتار و کرداری دارند، اون را در ترازوی تقوایشان میکشند. میگه این جنت برای اونها آماده شده است. پروردگار میگوید که متقیان کیها هستند که برای اونها ما جنت آماده کردیم، جنت را آماده کردیم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. میگه پرهیزگاران آنانی هستند که نفقه میکنند از داراییشان فی السراء و الضراء، در حال امن و آسایشتگی، و در ضراء در حالت سختی. یعنی در دارایی و نادارایی اونا نفقه از برای خدا دارند. این یکی از صفتهای مردان و زنان متقی هست. والکاظمین الغیظ، اونا خشم و غضبشان را فرو میبرند. همچنانه که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میگوید که در اسلام پهلوان برعکس آنچه است که مردم میبینند. یعنی کسی به شما سخنی ناشایسته میگوید، عملی یعنی زشت با شما دارد، در جواب شما مؤمنانه مسلمانه جواب داشته باشید. این لیس شدید بسرعه انما شدید یملک نفسه عند الغضب. میگه پهلوان کسی است که با سرعت چپا میکنه. پهلوانی در اسلام کسی هست که در نزد غضب اون غضب و خشمش را فرو میبرد. بنابراین یکی از صفتهای متقین را خدا بیان میکند والکاظمین الغیظ و عافین عن الناس. میگه اونها خشمشان را فرو میبردند و مردم را کمبودیشان را میبخشند. الو سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. خیلی ممنون. سوال دارم میکنم. بله گوش میکنم. شما در پرمای افیر هستین برادر عزیز، من شما را گوش میکنم. هم اولیای خدا کی باشن؟ اولیای خدا کیا باشن؟ ما در این موضوع داریم صحبت میکنیم، باز دوباره با سوال شما هم برمیگردیم. برادر در این جا صحبت کردن، شاید بعداً در اومدن که اولیای خدا کی است. اولیا جمع ولی است. الولی هو القریب، یعنی قرب و نزدیکی با پروردگارش دارد. در آیت اگر شما میخوانید، بعضی آیات ها دلالت بر این میکنند که ولی وقتی به معنای قریب است، الله ولی المؤمنین، یعنی الله قریب است بر مؤمنین. در جای دیگر مؤمنین قریب هستند بر الله، یعنی اولیای خدا قریب هستند به الله. بنابراین اولیا جمع ولی است و ولی قریب است معناش. بنابراین ما گفتیم آنچه که خدا معرفی کرده است، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. این هست اولیای خدا، یعنی آنانی هستند که هیچ ترس، هیچ غمگینی ندارند و آنها ایمان بر خدا دارند و آنها دارای تقوا هستند. گفتیم یکی از صفتهای تقوا، اونها در حالت دارایی و ندارایی نفقه میکنند و خشمشان را فرو میبرند و العافین عن الناس، کمبودی های مردم میکنند، درگذشت میکنند، گریف نمیکنند مردم را. والله یحب المحسنین، و الله دوست میدارد نیکوکاران را. ببینید ولی از اولیای خدا میتواند که گناه بکند، اگر چون گناه کبیره باشد، اما شرطش بازگشتن است، همچنان که خداوند در سوره آل عمران میفرماید در دوام این آیت: والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله. میگه و آنان با تقوا هستند که هر وقتا گناه فحش کردند، مرتکب گناه کبیره شدن، او ظلموا انفسهم، یا بر نفس خودشان ظلم کردن، ذکر الله، خدا را به یاد میارن، در رو یاد خدا میکنن، ترس و بازگشت به سوی خدا میکنن. فاستغفروا لذنوبهم،
و طلب مغفرت و آزمایش میکنن از پروردگار برای گناهانشان و من یغفر الذنوب الا الله و کیست که گناه ها را میبخشد جز پروردگار، یعنی جز الله کسی گناهان را نمیبخشد. ولم یصروا علی ما فعلوا و اصرار نمیکنن، دوام نمیدهند در آن گناهانی که مرتکب شدند، آن گناهانی را کردند. پس از این آیت معلوم می شود که جایگاه و مقام اولیای خدا، یعنی دوستان خدا، اینا انسان‌های خاصی در میان مردم هستند. خیلی که انبیا علیه السلام بودند صاحب معجزه، در میان انسان‌ها با هستند اولیای خدا که اینا هستند صاحب کرامت، اینا هستند صاحب جلال، صاحب مستجیب و دعا هستند اینها، و اینها ایمان بر خدا و ترس از خدا دارند. حتی در حالت مرگ گفتیم ملائکه های خاصی نزد اینها می آیند که ما در این چند وقتی که شما در حیات زندگی هستیم با شما هستیم و در آخرت با شما هستیم و ترس و غمگینی نداشته باشین و جایگاه شما جنت هست و آنچه نفسهایتان میخواهد در جنت وجود دارد. آیا کرامات چی چیز هست؟ در اینجا ما میخواهیم چند صحبت نسبت این صفت که در عقیده مذهب امام اعظم و دیگر عقیده اهل سنت و الجماعت بر همین است که الکرامات حق للاولیاء، یعنی اولیاء صاحب کرامات هستند. اولیاء صاحب کرامات هستند. بنابراین در خود قرآن ما از زنان نبی نداریم، پیغمبران از زنان نمیشوند، اما از زنان اولیاء میشوند. كلما استعيذ بالله من الشيطان الرجيم كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا. هر وقتا که حضرت زکریا سرپرستی مریم را داشت، میگه در اون جایگاهی که در مسجد اختیار کرده بودن برای مریم، هر وقتا که داخل میشود در نزد اون طعام میبیند، رزق میبیند. این هست کرامت اولیاء و دوستان خدا. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. ایشون مولانا نازی خوبی؟ شکرانه خدا، گوش میکنیم شما را. بخش مستقیم از تماشا داشتم، یک سوال داشتم. بله گوش میکنم شما را برادر. قرآن کریم درباره اولیاء چی میگفته باشه؟ سلامت باشین. شما پراموی فیر گوش کردین، دیرتر در اومدین. ما در این سوال با شما هستیم برادر عزیز. سلامت باشین. سلامت باشین. البته این برادران شاید ما کلمه اولیاء که در این جا انتخاب کردیم، اولیاء گفته دوستان خدا را میگن، نزدیکان خدا را میگن، همچون که ما در معناش هم در اینجا بیان کردیم. قرآن عظیم الشان درباره اولیاء میگه که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. یعنی اولیاء خدا کسانی هستند که هیچ ترس ندارند از قضا و قدر، از گذشتن این دنیا، برای رفتن صراط و میزان و سوال و جواب و منکر و نکیر هیچ خوف ندارند. ولا هم یحزنون، و آنچه از اینها فوت می شود غمگین نمی شود، چون که این صفت را خداوند در قلب اینها گذاشتگی است. و اونها کیا هستند؟ الذين آمنوا و كانوا يتقون، اونها ایمانی بر خدا دارند و از خداوند تقوا دارند، ترس دارند از خداوند. همه این چیز را درباره انجام دادنش اونو نگاه میکنن که خدا در اون باره چی گفته است، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اون باره چی گفته است، بعداً عمل میکنن. و البته اینها ذکرهای میکنن، دعاهای خاصی میکنن، و انسان برای ذکر کردن اینقدر محتاج است، همچنانی که ارض للماء، یعنی حیات القلوب، حیات قلب ها محتاج است برای حیاتش که زنده باشد با ذکر الله، همچنانی که زمین برای حیاتش محتاج بر آب است. بله سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله عزیز،
گوش میکنیم شما را. شما در پرمای افیر هستیم برادر عزیز. بودی جامعه همی دعا کردن نزدی قبر اولیا درست هست؟ سلامت باشید، سلامت باشید. دیگه سوالی نداریم. سلامت باشید. این سوال بسیار جالب کردن در موضوع ما. میگویند که آیا دعا کردن در نزد قبر اولیا رحمت الله علیه جایز هست یا نیست؟ شما ببینید این سوال میکند از استغاثه، یا شاید گمان این، یعنی سوال این اگر برای این باشد که ما رفته در اونجا دعا بکنیم، هیچ شکی نیست این اجازت است. ما میریم در سر منزل قبر اولیای از اولیای خدا، یعنی دوستی از دوستان خدا، ما برای اون دعا میکنیم. نه خاک اون رو میگیریم، نه طواف در قبر اون میکنیم، نه چیزی از خاک اون برمیداریم و دعا میکنیم از خداوند برای رحمت و مغفرت اون، برای آخرت اون دعا میکنیم. اما استغاثه از اونها این شرک است، این گناه است. ما از اونها چیزی طلب نمیکنیم بعد از مردنشون. اینها سوال کردن که بعد از مرگ یعنی قبر. برای همون من میخواستم درباره استغاثه یک معلوماتی برای شما داشته باشم. استغاثه یعنی طلب العون، طلب نصرت، طلب کمک کردن. کمک کردن، طلب عون و نصرت کردن. اول اینکه قرآن میگوید استغیثون ربکم فاستجاب لکم. استغاثه یعنی طلب عون و کمک کردن، نصرت کردن از الله طبق نص قرآنی و طبق مقام بندگی پیش پروردگار این عبادت حساب میشه. باید ما نصرت، عون، کمک، پسر، دختر، کامیابی در زندگی دنیا همه را از خدا طلب کنیم. استغاثه از خدا، خداوند میگوید وقتی که شما طلب از من پروردگارتون میکنید فاستجاب لکم، من اجابت میکنم دعای شما را، طلب شما را برآورده میکنم. برای همون استغاثه تقریبا به 4 تقسیم می شود. اول طلب استغاثه، طلب کردن، این از خداوند درست است. یا طلب کردن از بندگان خدا که با اون امری که ما از اون طلب میکنیم اون قدرتش را دارد. در قصه حضرت موسی علیه السلام میگه فاستغاثه الذی من شیعته، که قرآن نقل میکند که اونی که از قوم و قبیله موسی بود طلب کرد، استغاثه کرد و حضرت موسی هم زنده بود و قدرت بر اونها کار داشت و اون را کمک هم کرد. و دوم استغاثه می شود که از انسان مرده باشد، طلب نصرت و کمک و پسر و دختر و کامیابی در زندگی از اون طلب کردن بعد مردن، این گناه است. این از دیدگاه اهل سنت و جماعت معنی است. و سوم چیزی که البته این 4مین مرحله شید، طلب کردن، استغاثه کردن یعنی طلب کردن کمک و نصرت و عون از انسانی که از چیزی که اون با اون چیز قدرت ندارد، با اون چیز فقط خدا قدرت دارد. ما را از جهنم نجات بده. این چیزهایی هست که قدرت این فقط پیش پروردگار است. برای این نوع کمک، این نوع نصرت طلب کردن، اینا گناه و منع هستند. برای همون پس سوال شما جوابش همین می شود که تعاون و نصرت و کمک کردن از اولیا بعد از مرگشان اجازت نیست و گناهی کبیره هست در نزد قبر اونها. و برادرانی که در سوال با ما هستند، ما در میان نگرفتیم و در تماس باشند، ما در پاسخ در سوالهای اونها، در جواب سوالهای اونها هستیم. و اون چیزی که من نقل کردم که این کرامات مریم مادر حضرت عیسی بود، قرآن از اون بر من شما قصه کرد. و این چونین شما ببینید یکی از صحابگانی در صحیح بخاری نقل می شود. سوال رو میگیریم بعدا درس. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم استاد گرامی. سلامت باشید. آیا دوست داشتن اولیا اجازه هست یا نه؟ سلامت باشید. دیگر سوال دیگر باشد. مایلیس با گوش بید.
سلامت باشید. این برادر میگوید که آیا دوست داشتن اولیا رحمت الله علیه درست هست یا نیست؟ برادر عزیز، انسان عالم با علما با دوستان خدا باید نزدیک باشد. شما ببینید در زندگی دنیا درختی که در نزدیکی نهر یا بحر هست از همه درختان سرسبزتر است، از همه درختان سرمیوه‌تر است، از همه درختان سایه افکنتر است. بنابراین علما و اولیای خدا، دوستان خدا، آنانی که ایمان و تقوا دارند، آنانی که صاحب مقام و مرتبه هستند، با آنها دوستی کردن این از واجبات بندگی هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم آیا درباره علما نگفتند که شما یا کسی باشید که تعلیم بدهید، یا کسی باشید که تعلیم بگیرید، یا کسی باشید که در خدمت اینها باشید، یا از چارون باشید، محب اینها باشید. وقتی که عالم نیستی، طلب علم نمیکنی، خدمت نمیکنی، دیگه اینها را دوست بدار. و اگر از این چهار طرف دوست نباشی پس هلاک میشوی. یعنی تو از اون انسان هایی هستی که اینها را بد میبینی. کم از کم انسانی که هیچ فعالیت و کار اینها دارد، دوستی با اینها ندارد، محبت با اینها داشته باشد، از دوری در حق اینها دعای خیر بکند. البته دوستی با اولیای خدا این فضیلت است، این کرامت است. بله سلام علیکم. الو. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. آقا دولو. بله 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 الو. بله گوش میکنم شما را. شما را گوش میکنم برادر عزیز. لبا. الو. شما در پرامای افیر هستید، یکم سوال داشته باشید، ما در پاسخ هستیم با شما. شکر الله. بله بنابراین برادران عزیز، دوستی با اینها بسیار مقام مرتبه دارد. و در صحیح بخاری نقل میکرده از صحابگان پیامبر خدا خبیب ابن عدی که وقتی اسیر میشود در مکه مکرمه، که این روایت در بخاری هست، در اونجا اون را با زنجیر و سلاسل، یعنی اون چیزهای آهنینی امروز میبندند. خودشان میگویند که نعم الاسیر خبیب، چگونه این اسیر خوبه بود خبیب. بله سلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله گوش میکنم. همین بعد توف کردن شاه عروس. نفهمیدم. بعد توف کردن شاه عروس. ها همین بعد میگن اگر نشون توفیقی کنی بسیار اشکال بکنی نکاح بریده میشه. آیا حتی درسته این کنه؟ برادر عزیز، شما در پرامای افیر هستید و موضوع امروزه ما درباره اولیای خدا هست، دوستان خدا. سلامت باشید. و در آخر موضوع من در پاسخ سوال شما هستم. در آخر موضوع من در پاسخ شما وقتی که اون در اونجا اسیر است،